به نام خدا مبحث امروز رو آغاز می‌کنیم با عنوان همکاری با خداوند. شاید برای هر ایمانداری در مسیح خداوند این سوال پیش بیاد که چطوری میتونم همکاری و مشارکت عمیق‌تر و نزدیکتری با خداوند داشته باشم. این سوال طبیعیه، شاید برای هر ایمانداری پیش بیاد. خب حالا بیایید ببینیم که کتاب مقدس چه جوابی میتونه برای ما داشته باشه. برگردیم به عهد عتیق. همکاری خدا و انسان در عهد عتیق چطور بود؟ خب ما در کتاب پیدایش خوندیم که انسان به صورت خدا آفریده شد تا نماینده خداوند به روی زمین باشه، یعنی مسئولیت مراقبت از زمین رو به عهده بگیره. با استفاده از توانمندی‌های خودش، عقل، تخیل و چیزهای دیگه میتونست این مسئولیت رو، یعنی برای این مسئولیت آفریده شد. پس اگه ایمانداری سوال کنه چطور میتونم همکار خداوند باشم، شاید این سوال از پایه اشتباه باشه، چون اصلا ما خلق شدیم، هدف آفرینش برای این بوده. ما خلق شدیم برای همکاری و مشارکت با خداوند، چون به صورت او آفریده شدیم و متعلق به اون هستیم. خب همینجور در عهد قدیم ما میدیدیم که انسان میتونه با اطاعت و وفاداری خودش شرایطی رو فراهم کنه که خداوند باهاش عهد ببنده، مانند عهد ابراهیم و خداوند، یعنی عهد خداوند با ابراهیم. و همینجور ما میدیدیم که در عهد عتیق انسان میتونست به درخواست خداوند رهبری یک قومی رو داشته باشه، مانند موسی. خداوند ازش خواست رهبری قومش رو به عهده بگیره. حالا بیایم در عهد جدید. در عهد جدید اول قرنتیان باب 3 آیه 9: زیرا همه ما همکاران خداییم و شما مزرعه خدا و امارت خدا می باشید. حالا بیایید ببینیم چطور میشه مشارکت با ذات الهی از طریق عیسی مسیح رو ما چطور بعد ایمانمون دریافت میکنیم. خب همونجور که میدونیم ما وقتی که به عیسی مسیح خداوند ایمان میاریم و نجات پیدا میکنیم از طریق فیض عیسی مسیح پارسا شمرده میشیم و در بود روح مقدس. و همونجور که میدونید ما وقتی که مقدس شدیم مسیح در ما کار میکنه. یعنی چی؟ بیایید بیشتر به این آیه بپردازیم تا این برای ما باز بشه. یوحنا باب 15 آیه 4 و 5: در من بمانید و من در شما، همچنان که شاخه نمیتواند از خود میوه آورد اگر در تاک نماند، شما نیز نمیتوانید اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما شاخه هایی که در من میماند و من در آنها. او میوه بسیار میآورد، زیرا بدون من هیچ کار نمیتوانید کرد. خب حالا بیایید ببینیم که عیسی منظورش از این چی بود. آیا وقتی من ایمان میارم عیسی در منه، آیا منم در عیسی هستم؟ بیاییم یک کمی باز کنیم که ببینیم که وقتی که ما نجات پیدا میکنیم چجور کار عیسی در ما شکل میگیره. خب یادتون هست یوحنا 12 اگر دانه گندم در خاک نیفته و نمیره نمیتونه بار زیاد بیاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که من به عیسی ایمان میارم این زندگی قبلی عوض میشه. من در نفس میمیرم. یعنی این پروسه کم کم صورت میگیره. یعنی چی؟ چجوری یه ایماندار بفهمه که در نفس زنده است یا مرده؟ آیا میتونه مثل این گندم بمیره و بتونه بار زیاد بیاره در خاک؟ منظور عیسی چی بوده؟ خب حالا بیاییم ببینیم این نفس چجوری در من ایماندار خودشو نشون میده.
خب همه ما انسانیم، شاید زودرنج باشیم، بخوایم در جمع خودی نشون بدیم، بخوایم از حقمون دفاع کنیم و همه اینا خوبه، به نوبه خودش چیز بدی نیست. اما وقتی که ما ایمان میاریم این چیزا در ما کم رنگ تر از قبل میشه. یعنی چی؟ یعنی من فرد زودرنجی بودم، اما به مرور که در کتاب خداوند تأمل کردم و با خداوند مشارکت پیدا کردم و سعی کردم که ارادم رو با اراده خدا همسو کنم، کمی این خودنمایی، زودرنجی، اینکه همش در حال شکایت و گرفتن حقتی کمی کم رنگ میشه و به مرور خداوند روی من کار میکنه. پس من اگه ایمانداری رو میبینم که هنوز فوق‌العاده زودرنج، فوق‌العاده شاید من خودنما باشم و فوق‌العاده بخوام از همه شکایت کنم و هر روز شکایت کشی و این دادگاه و اینا سر مسائل کوچیک، یعنی هنوز بعد نفس من پررنگه، هنوز نفس من داره اینجا صحبت میکنه. وقتی عیسی میگه باید بمیری تا بتونی بار بیاری، یعنی ما در نفس باید بمیریم. هنوز این نفس من فوق‌العاده زنده، سرحال و فعال در من، یعنی طبیعت قدیمی من. و من میگم که خب من مسیحیم، به عیسی مسیح ایمان آوردم، نجات پیدا کردم، همه جا میگم عیسی مسیح منو نجات داد، اما نفس داره داد میزنه تو زندگی. این بعد نفسانی داره داد میزنه، این بعد منیت، خودم رو نشون دادن داره داد میزنه. پس من میفهمم هنوز در نفس زندم و فعاله. اما وقتی که ایماندار مشارکتش با خداوند زیادتر میشه و در کلام خداوند وقت میذاره، با خداوند وقت میذاره، صحبت میکنه، روحش در بعد روح با روح خدا یک پیوند عمیقی پیدا میکنه. خب یعنی من در بعد روح با خداوند و عیسی پیوند پیدا میکنم و در بعد جسم و دنیا کمرنگ میشم. حالا ببینید انسانی که داره بعد روح، جان و جسمه، شما اگر روح این از اول در تصورتون روح اول بذارید و جان و روان مابین و بعد جسم، خب این جان و روان به هر دو نزدیکه و ارتباط داره. این جان و روان که در وسط قرار داره میتونه هم خودش رو تابع روح بکنه، هم تابع جسم، نفس و دنیا، یعنی تمایلات جسمی، نفسانی. خب حالا ببینیم که وقتی که من مشارکتم با خداوند زیاد میشه، در بعد روح فعالتر میشم، پررنگتر میشم و در بعد جسم و نفس و دنیا کم رنگتر میشم. شاید شما این شهادت از ایمانداران شنیده باشین که میگن ما بعد از ایمانمون خودمون متوجه میشیم که داریم تغییر میکنیم و حتی اطرافیان این تغییر رو میبینن. البته بهتره که اطرافیان این تغییر رو بگن تا خودمون، اما خودمون در دل متوجه میشیم اون شخصی که قبلا از این صحبت خشمگین میشد، عصبانی میشد، قهر میشد، الان تحملش و آرامشش در خداوند بیشتره. اون شخصی که شاید میخواست همیشه مطرح باشه الان متواضع تره. پس ما میبینیم که نفس کم 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 رنگ میشه در ما و ما میفهمیم که مسیح کارش در ما شروع شده. حالا بیایید یه بررسی بکنیم در مشارکت و اراده و قدرت خدا که به خادمان و مسح شدگان میده. این قدرت خادم و مسح شده نیست،
فراموش نکنیم قدرت انجام کارهای نیکو از جانب خداونده و انسان فقط اراده و عملشو برای این فرایند با خدا به مشارکت میذاره. یعنی چی؟ یعنی درسته من اطاعت میکنم، ارادمو همسو اراده خداوند میکنم و اجازه میدم روح خداوند در من کار کنه، اما نباید فراموش کنم که قدرت انجام این کارها از خداونده. خود من همین اواخر به معلم بایبلم خب همه ما در مرحله آگاهی داریم قرار میگیریم، همش میگفتم خب وقتی که من ایماندار اطاعت میکنم، مثل دیگران عمدن نمیرم گناه بکنم، عمل من مطرح میشه. یعنی اینکه باید عملای منم نیکو باشه تا رشد روحانی صورت بگیره. در واقع این عمل من نیست، بلکه عمل مسیح در منه. چرا؟ وقتی که شما به آیات نگاه میکنید، فیلیپیان باب 2 آیه 13، زیرا این خداست که در شما عمل می کند تا هم اراده کنید و هم به جا آورید آن چیزی را که به نیکویی او می پسندد. پس بازم این کار من نیست. حتی بعد از این که من مسح شدم و اراده خداوند رو به روی زمین دارم اجرا می کنم، این قدرتی که خداوند به من داده، این کاری که من می کنم کار مسیح در منه. فقط من اجازه دادم که از اراده و عمل من استفاده بشه. حالا وقتی که من اجازه میدم در بعد جسم روح عمل کنه، در بعد جان و روان روح خداوند با من پیوند بخوره و بتونه رو اراده و تصمیم من تأثیر بذاره، که این یکی از بزرگترین معجزاته که عیسی مسیح میتونه یه انسانی رو که اراده آزاد داره زیر پوشش اراده و روح خداوند ببره. جلال بر نام عیسی مسیح. خب وقتی من اجازه میدم خداوند در بعد جان و روان من کار کنه، کم کم جسم هم به این سمت روح کشیده میشه. یعنی چی؟ یعنی از جسم و بدن من هم استفاده میشه برای پادشاهی خداوند. حالا مطلب زیبایی که اینجا مطرح میشه که این پادشاهی چی هست؟ خب همونجور که در کتاب مقدس میبینید، عیسی مسیح خیلی متمرکز به روی پادشاهی خداوند بود. یعنی با مثل‌ها وقتی که به روی زمین اومد از پادشاهی صحبت کرد و حتی بعد از رستاخیز از پادشاهی صحبت کرد. حالا بیاییم ببینیم این پادشاهی چیه، چطور میشه بهش وارد شد و عیسی مسیح چطور با این مثل خواسته به ما چیزی رو یاد بده که خیلی ارزشمنده. خب من همینجا بخش 1 رو به اتمام میرسونم و تشویقتون میکنم برای نتیجه گیری کلی بخش 2 رو هم حتما گوش کنید. در نام خداوند عیسی مسیح این مطلب رو میبندیم و به امید دیدار مجدد.